ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم یکم، گفتاری 16. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. روزی من در لبی جوی مزرنگان که از درون دهه ما می گذشت نشسته بودم. قاری محمود سواره آمده به آن سوی جو فرآمد و اسبش را به حوریش سر داده خود به لبی جوی در رو بروی من نشسته دستش را شستن گرفت. من از کجا آمدنش را پرسیدم. از دهه آبکینه، از جنازه کسی گفته جواب داد. در وقت بیماری آن مرده به سری بالینش باید برای خواندن هم رفته باشید؟ گویان پرسیدم. البته رفتم، خواندم، نظرش را هم گرفتم و امروز گرانده آمدم. گفت وقتی که دیدن دعای شما به بیمار تأثیر نکرد و او مرد، با همه این از شما اخلاصشان نگشته به جنازه خبر کردند دیه؟ گفتم من. مردمان عوام عجب خصلتی دارند. گویان او دوام نمود. مرده شوی را که غیر از شسته دادن مرده اشان هیچ عیبی ندارد، شم پای قدم گویان به جنازه راه نمی دهند، اما به ایشان و دعا خانان چنان اخلاصمندند که او را برده به امید شفا بیمار خود را می خوانند و به او نظر و نیاز می دهند. اگر بیمارشان صحت یابد، این را از نیکی پای قدمی دعا خوان و از شرافت دعای او می دانند و به او گشته برگشته عرض اخلاص می کنند و تکرار به تکرار هدیه می دهند. اما اگر بیمار مرد، این را از خدا می دانند و از رسیدن اجل او می شمارند که در این صورت نه تنها از ایشان اخلاصشان نمی گردد، بلکه او را از دیگر امامان و ملایان محترمتر شمرده در یرتیش اگر به آنها یک آرشین صوف یا چید دهند، به ایشان یک توب داکه می دهند. قاری محمود در آخری سخنش گفت در هر حال ایشانان و دعاخانان از مردشویان خوشبختتر و بلندتاری ترند. من این صحبت قاری محمود را در داخونده در باب جنازه در مصاحبه حاجی یعقوب بای با ایشان سلطان خان مضمونا دادم. در دیهه در بین جوانان کلانسال گشتک می رفت. در یکی از آن گشتک ها یک شب قاری محمود را بنابر خوشکپیش و سید اکبر را به سبب طلبه مدرسه بخارا بودنش، هرچند اینها در آن گشتک اعضا نباشند هم، به مهمانی خبر کردند. همه مهمانانی بیرونه و اعضایان گشتک در سری شام، شاید برای اثبات کردن کلانی خود باشد که عادتاً کلانها در مجلسها دیر می آیند، تا 2 ساعت از شب گذشتن نیامده است.
میهمانان که همه یار و جوره یکدیگر می باشند به صاحب خانه گفتند اگر چیزی خوراک تیار کرده باشی بیار که از گرسنگی به جان آمدیم. اگر چیزی نداری روی راست گوی که ما به خانه خودمان رفته چیزی خوری. صاحب خانه در جواب گفته است همه چیز تیار است، اما من با آمدن سید اکبر خواجه نگرانم که آن کس را دعوت کردم. باز اندک منتظر شویم. اما بعد از انتظاری بسیار باز سید اکبر نیامده است. فردای آن شب در سری کوچه در قطاری مردم سید اکبر خواجه هم نشسته بود که قاری محمود آمد و از سید اکبر سببی دیشب به گشتک نرفتنش را پرسیده گفت یک مهمان خانه آدم از 2 ساعت زیاد به شما نگران شدند، اما شما نرفتید. این خوب نشد. من رفته بودم، گفت سید اکبر، اما ندر آمده برگشتم. چرا؟ قاری محمود تعجب کنان پرسید. زیرا صاحب خانه که سواد ندارد مرا نامبر کرده فلانی تا حال نیامد گفتنش را با گوش خود شنیدم. نامی مرا که طالب علمی مدرسه های بخارا می باشم به زبان گرفتنی یک آدمی بی سواد مگر در حق من بی آدابی نیست؟ بنابراین ضیافتش سرش خورد گویان از پسی دری مهمان خانهش برگشته آمدم. قاری محمود قهقه زنان خندیده گفت برای هر کس و هر چیز یک نام لازم است که هیچ نباشد در غیب آن کس و آن چیز نام را به زبان گرفته از وی گپ زنند. اکنون که شما از نام پدرتان به شما داده آر می کرده باشید به شما یک نامی بسیار کلان می دهیم که از وی آر نکنید و با گرفتن آن نام شما را فهمیم. این نام به فهم من پروردگار خوجه است که نامی خداست و در دنیا از این نام کلانتر نامی نیست. از بس که به پروردگار که نامی خداست برای شما یک کلمه خوجه هم همراه می شود، از نام خدا هم کلانتر می شود که به شما بسیار مناسب است. همه در خنده شدند. سید اکبر شوری، اما به جماعت چیزی گفته نمی توانست. ناچار در غضب شده از جایش جسته خیسته به خانه خود رفت و چندین روز به کوچه و میان مردم نبرآمد، لیکن عنوانی پروردگار خوجه به او مخصوص شده ماند. پدرم. من درباره احوال و خاراکتر پدرم که با وجودی در خردسالی از او جدا شدنم در حیات من تأثیری بزرگ گذاشته است باز قدر ایستادن می خواهم. پدرم ملاهای رسمی را، امامها، قاضیها و رئیسها را بسیار بد می دید و آنها را هر وقت به نادانی و ناانصافی نسبت داده عیب می کرد. از قاضیها تنها قاضی عبدالواحدی صدری سری را و از امامها بعضی کسانی را که من آنها را ندیده بودم دوست می داشت. در دیهات هر وقت در میان پدرم و امامها جنجال می خیست، لیکن او از این جنجالها غالب شده می برآمد، چون که او مسئله های نوگی رومالی را، مسئله هایی را که بعضی کسان برای غالب آمدن در مناظره یاد گرفته می ماندند، چیستانها، معماها و حساب ابجد بر این چیزها را یا معنی بعضی شعرها را که فهمیدن آن به دانستن یگان واقعه
موقوف است میدانیست ملاهای رسمی دیهات باشند این گونه چیزها را نمیدانستند. بعضی آنها حتی سوادی الفبایی هم نداشتند. انا با این گونه مسئله ها او ملاهای دیهات را مغلوب می کرد و نادان گفته در پیش رویشان تحقیر می نمود. مردم دیهات خصوصا زنان قاضی ها را بسیار بد می دیدند. از دیهه ما هم یک قاضی برآمده بوده است که من او را ندیدم، اما فرزندان او را من دیدم که آنها را قاضی بچه ها می گفتند. مردم دیهه ما انا همان قاضی را زیادتر بد می دیدند. بیشترین زمینان خوبی ساکتری و سید کنت در دست اولاد همان قاضی بود. در طرف شمالی دیهه ساکتری یک قطعه زمین زردالوزار بود که وی را چارباغ قاضی می نامیدند. در وقتهایی که من یاد دارم زردالوهای آن چارباغ پیر شده از حاصل مانده بودند. قاضی بچه ها آن درختها را به انگشتگران فروخته بودند. انگشتگران در آن چارباغ چندین کوره ساخته آن درختها را غلطانده سوخته انگشت کرده ایستاده بودند. در همان روزها زن استاعمک زنان دیه را به مناسبت به مهمانی خبر کرده بود. من هم به سبب خردسال بودنم همراه مادرم به آنجا رفته بودم. لیکن من بنابر گپ دوست و کنجکاو بودنم همراه بچگان دیگر در روی صفه بازی کردن نگشته در خانه در پهلوی مادرم جا گرفته در قطار زنان می نشستم. در بین زنان گپ به بالای قاضی ها رفت. یکی از زنان قاضی ها را کنده دوزخ نامید و قاضی ها چنان می سوزند که آتش دوزخ را از بودش زیادتر گرم می کنند گفت. دیگری گفت اگر خدا در دوزخ برای هر گناهگار یک کرپچوار جای معین کرده باشد و هر یک قاضی در آنجا یک حولی ساخته می دهد که در و دیوار و خانه و اسبابش همه از آتشند. زن دیگر سخن او را تصدیق کرد، لیکن گفت او این به عامه قاضی هاست، اما به قاضی همدیهه ما غیر از حولی آتشی یک چارباغ آتشی هم ساخته دادن را خواسته است. سببش همین است که خدا فرزندان او را وادار کرده است که چارباغ او را به انگشتگران فروشند. انا همین آتش هایی که از کوره ها برآمده رفته ایستاده اند به آن دنیا رفته به آن چارباغ آتشی صرف می شوند. مادرم که با شنیدنی از پدرم قاضی عبدالواحد را دوست می داشت به گپ همراه شده گفت به فهم من قاضی عبدالواحد به جنت می رود، چون که او را عادل می گویند. خصوصا از نو کناندن او رود شافرکام را که سبب آبادی 1 تومن شد باید باعث بخشایش خدا گردد. زنان دیگر به این فکر مادرم همراه نشدند و زنی که به قاضی همدیهه ما از دوزخ یک چارباغ آتشین تخصیص کرده بود گفت بعد از قاضی شدن عادل شدن ممکن نیست. اگر قاضی عبدالواحد در وقت قاضیگی خود کارهای خوب بسیار کرده باشد نهایت از چارباغ و از حولی آتشین دوزخ خلاص می شود، لیکن در هر حال هیچ نباشد در قطار گناهگاران دیگر یک کرپچه بر این جای را از دوزخ می گیرد. یک زن دیگر حبیبه را به رضای پدرش نکاح کردن قاضی مذکور را یکی از کارهای بدی او شمرد. حکم این زنان درباره قاضی عبدالواحد به من هم معقول نشد، چون که من او را دوستتر داشتم
و بعد از آن که شاعر بودن او را فهمیدم، محبتی من نسبت به او از حد زیاد افزوده بود. دلم نمی خواست که او در آتش دوزخ سوزد. بنابراین من این مسئله را از پدر پرسیدم. او مانند زنان برای قاضیان از دوزخ حولی و باغ ساختن ندهد هم؟ آنها حرام خورند، آنها ظالمند و آنها در میان امیر و مردم دلالی معصیت گناه می باشند. بنابراین آنها از روی قول خدا و رسول باید به دوزخ روند گفت. پدرم دیندار بود. او به خدا و رسول، به قیامت و به دوزخ و بهشت اقرار بود. وقتی که من درباره قاضی عبدالواحد فکر او را پرسیدم، خدا رحمت کند، او آدمی خوب بود. قاضی عبدالواحد همان روزها وفات یافته بود. باید او جنتی باشد و من هم در پس هر نماز در حق او دعای خیر می کنم گفت و نیکی هایی به مردم کرده او را یگان یگان شمرد. اما در قطار نیکی های او شاعر بودن او را یاد نکرد. یکی از نیکی های او باید شاعر بودنش باشد. گویان من این صفت او را به یاد پدر آوردم. پدرم به این سخن من خندید و بعد از آن وضعیت جدی گرفته گفت: شعرگویی همیشه و در همه کس صفت نیک شدن نمی گیرد. شعر هم مانند علم یک شمشیر است. اگر با شمشیر آدمی بد را، دشمن را کشی خوب است، اما اگر با شمشیر یگان آدمی عادی کشته شود خونی ناحق می شود. کشنده را کشتن لازم می آید. شعر هم اگر به نیکی کار فرموده شود خوب است، اما اگر به بدی کار فرموده شود از وی بدتر چیزی نیست. من از این تفصیلات قناعت بخش پدر جسارت پیدا کرده و پسری کاسگر بی رضای پدر و مادر نکاح کردنش حبیبه را به یاد او رسانده. این کار او خوب بود یا بد؟ نکاح دختر و پسری کلانسال با رضای خود آنها موافق شریعت است. این کار را هر قاضی هم می کند. اما فرق در این جاست که قاضی های دیگر بعد از نکاح کردن دختری گریزه جنجال های را که در پی این کار می براید پرسیده سبب خرابی آن خاندان نواباد می شوند، چون که از این کار در آنها درآمدی بسیار می شود. نیکی قاضی عبدالواحد در این کارش در این جاست که بعد از نکاح کردن حبیبه دعوای را که اربابها تیار کرده بودند نپرسید و دعواگرهای ساخته را پیش کرد. این کارش البته خوب بود. آن وقتها در بخارا عادت این بود که بعضی ملا بچه های قشاق در ماه رمضان به پیش یگان قاضی شناس می رفتند. قاضی ها این گونه طلبه ها را به یگان دیهی که امام و مکتبدار نداشته باشد به عنوان معلم می فرستادند. آن وقتها معلم مکتب ها را مکتبدار می گفتند. معلم گفته تنها همین گونه کسانی را می نامیدند که در ماه رمضان موقتاً به دیهه برای تعلیم روند. مردم آن دیهه در آخر رمضان به آن طلبه یک مبلغ پول خنداشته می دادند. یک رمضان اکی من هم که با پسری یک قاضی شریک درس بوده است همراه او پیش پدرش رفته است و قاضی او را به دیهه با عنوان معلم فرستاده است. پدرم این واقعه را از کجا بود شنیده آتشین شده به خانه آمد
و چنان در خشم فرو رفته بود که تمام اعضای بدنش می لرزید. او بسیار عصبی بود و به قربان نیاز تقایی هم که آن روزها در خانه ما بود گفت: شهر رفته محی الدین را گرفته بیار. خودم می رفتم، اما می ترسم که در پیش ملاها او را زده هم خودم را و هم او را بی آبروی کنم. تقاییم بعد از 3 روز اکم را آورد. وقتی که اکم به خانه سلام داده در آمد، پدر از تگی نمد چوبی را که پیشتر یافته تیار کرده مانده بوده است به دست گرفته به طرف او دوید. اما تقایی و مادرم او را نگاه داشته گفتند که این کرد او را نصیحت کند. پدرم مجبور شد که مسئله را با نصیحت حل کند، اما این نصیحت از چوب زنی هم سخت تر بود. قاضی ها خوک می باشند، گفت او. آنها از هر کجا مرداری ها یافته می خورند و می خورانند و هر ملا بچه‌ای که به خانه آنها رود خوک بچه می شود. اگر آدم شدن خواهی، به 1 پارچه نان قاقی که من یافته می فرستانم و به 1 کاسه آب که از هر کجا یافتنی وی ممکن است قناعت کن. اگر خوک شدن را خواهی، در میانه من و تو علاقه پدری و فرزندی نمی ماند. اکم قول داد که من بعد به خانه قاضی ها نرود. امام دهه ما یک ملای دیندار تراشی دروازی بود. او در بازارها مردم را نصیحت کرده، از کارهای غیر شرعی منع کرده و به کارهای شرعی دلالت نموده می گشت. در آن وقتها در بازارها مانند آب فروشان کسانی بودند که چلیم برداشته می گشتند و به کسانی چلیم کشی بازار چلیم خود را کشانده از آنها چیزی می ستاندند. این گونه آدمان را پایکی می نامیدند. پایکی ها عادتاً چلیم های سرک پایینش نقره می برداشتند که چلیم کشان به چلیمی آنها بیشتر رغبت کنند. امام دهه ما در یک روزی بازار خیشدوان از همین گونه چلیم ها 3 تاش را شکسته است که مردم را از چلیم کشی باز دارد و او این کاری خود را در لب جوی دهه به مردم با یک مغروری دیندارانه حکایت کرد. پدرم که در آنجا بود گفت: نادرست کردید. چرا؟ امام آتشین شده پرسید. اول این که، گفت پدرم، حرام بودن دود تماکو از روی شریعت معلوم نیست، چون که در وقتی پیدا شدن دین اسلام چلیم کشی نبود. نهایتش این است که یک چیزی ضررناک است و ضررش هم به کسانی عاید است که چلیم می کشند. دوم این که با شکستن 3 چلیم کشان از کار خود توبه نمی کنند، لیکن با شکستن آنها به صاحبانشان که در حقیقت یک گدای با وسیله اند یک مبلغ کلان ضرر می شود. اگر چلیم کشی در بازار از طرف شما یا حکومت تماما منع کرده شود، پایکی می تواند که چلیم قیمت بهای خود را فروخته چندگاه خودش را و زن و بچه‌اش را سیر کند. به این سخنها امام با آتشینی جواب داد: شما سواد دارم گفته همیشه به ملاها پیشخیزی می کنید و کار را به جای رساندید که به امر معروف امر کردن به کاری نیک و نهی منکر منع کردن از کارهای بد هم راه نمی دهید. آدمان گمان داشتند که همین زمان اینها دست به گریبان می شوند، اما برخلاف چشم داشته آنها پدرم به امام چیزی نگفت و از جایش خیسته به طرف خانه رفت. من هم
از دنبال او دویدم. پدرم وقتی که به حولی در آمد خر را تخم زد و به خانه در آمده سله اش را بسته جامه اش را پوشید. خورجین را گرفته ناندان را کشاد و هر چقدر نانی که در وی بود به خورجین انداخته به مادرم من شهر رفتم گویام از خانه برآمد. برای چی به یک نگاه شهر می روی؟ امروز مانید که برای بچه اکم کلچه گرم پزم گویان مادرم زاری می کرد، اما او جوابی نداده خر را سوار شده برآمده رفت. مادرم در کوچه چی واقعه روی دادن را از من پرسید. من جنجالی با امام شده را نقل کردم، اما او در این جنجال یگان سببی به شهر روی مجبور کننده نمیدید. پدرم بعد 3 روز از شهر آمد. خر را به جایش بسته خورجین را به لب صفه گذاشت و از احوال اکم به مادرم چیزی نگفته برآمده رفت. بعد از ساعتی آمد که از بشرهش اثری اندوهی که در روزی جنجال امام پیدا شده تا حال دوام می کرد تماما برهم خورده است و در ابرو و چشمانش نشانه خشم و آتشینی نمانده است و با تبسمی شادیانه به مادرم جنجالی با امام کرده اش را حکایه کرده در آخر گفت: من برای درست بودن سخن خود از شهر روایت کرده آوردم و از بغلش کاغذی را برآورده خوانده به ما شرح داد. مضمونش این بود: تلف کردن مال، خواه مالی خودی تلف کننده باشد و خواه از آنی کسی دیگر، درست نیست و اگر تلفگار مالی کسی دیگر را تلف کرده باشد به ذم این که او با این کارش گناهگار به شمار می رود مجبور است که مثل مالی تلف کرده اش را یا ارزشش را به صاحب آن مال گرداند. در پایین این کاغذ یک مهر کلانی دهانی پیالچه بر این پخش کرده شده بود. پدر بعد از آن سخن خود را دوام کننده گفت: با این روایت گفته خود را درست برآوردم و امام را در پیش مردم شرمنده کردم. ملاهای ما جاهلند، به سخنانی مانند خودشان دستار کلانان گوش اندازند هم گفته های ما بر این کسان را معقول باشد هم پسند نمی کنند و سخنی پرحکمتی منگر کی می گوید بینگر کی چی می گوید را نمی دانند، اگر دانند هم خود را به نادانی می زنند. دهان اینها را با مهر مفتی مهر کردن بستن در کار است. گوشت خر دندانی سگ گفتند. شما گفتاری 16 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.